سلام به همه دوستداران BL، حالتون چطوره؟ امروز قراره تو این ویدیو بریم سراغ بیوگرافی جیمی، همون دکتر خوشتیپ و خوش استایل سریال های BL. اگه میخوای بدونی پشت این لبخند زیبا و ظاهری دلنشین چه کسی وجود داره، تا آخر ویدیو همراه من باش. جیمی با اسم کامل چیترافولپوتی وی هوگ با گروه‌خونی او در 21 آگوست سال 1994 در بانکوک به دنیا آمد. اون با قد حدود 185 سانتی متر و وزن 75 کیلوگرم یکی از خوش استایل‌ترین بازیگران تایلنده. اون پزشک متخصص پوست، بازیگر، مدل و یک کارآفرینه. یه خواهر داره و دوست خوبی برای هم هستن. جیمی پس از پایان دوره دبیرستان وارد دانشکده پزشکی شد. در سال 2019 تونست مدرک پزشکی عمومی خودش رو دریافت کنه و پس از فارغ التحصیلی تصمیم گرفت مسیرش رو ادامه بده. جیمی سال 2021 وارد دانشگاه تماسات شد تا در زمینه پوستشناسی تخصص بگیره. در حال حاضر تمرکزش بیشتر روی هنر و بازیگریشه. جیمی جز بازیگری به موسیقی، سفر، ورزش و مطالعه علاقه زیادی داره. شخصی آرام، فروتن، مسئولیت پذیر، سخت‌کوش و با اعتماد به نفس بالاییه. طرفدارانش میگن اون ترکیبی از دقت یک پزشک و احساس یک هنرمند رو در خودش داره. دکتر خوش استایلمون قبلا یوتیوبر بوده و ویدیوهایی از زندگی شخصیش منتشر میکرده، هرچند بعدها کانال حذف میشه. به خاطر قد بلند و استایل خاصش در کمپانی‌های تبلیغاتی و مجلات مد ظاهر شده. در سال 2024 جیمی برند پوشاک شخصی خودش رو با نام رمدی راه اندازی کرد. این برند ترکیبی از مد و مفهوم درمانه، بازتابی از حرفه پزشکی و سلیقه هنری اوست. جیمی اولین حضور رسمی خودش رو با بازی در سریال رفیق بعد تجربه کرد. گرچند نقش کوتاهی بود اما توجه بسیاری از مخاطبان رو جلب کرد. پس از اون در سال 2022 با سریال وارونه در نقش تان شهرت و محبوبیت بیشتری کسب کرد. او در کنار بازیگر محبوب و با استعداد سی حسابی مورد توجه قرار گرفت و زوج هنری جیمی سی رو تشکیل دادن، یه زوج دلنشین و بی‌حاشیه در دنیای BL. سال 2023 در مینی سریال آسمان ما ایفای نقش کرد که هر قسمت این سریال به یکی از زوجهای BL اختصاص داره و رابطه اونها بعد از سریال اصلی رو روایت میکنه. اما نقطه عطف کارنامه هنری جیمی سریال آخرین روشنایی غروب در سال 2023 بود، سریالی که در نقش پرستاری با داستانی عاطفی و تلخ در کنار زوج هنری خودسی درخشید. این سریال سرشار از عشق و دلدادگیه. کسایی که این سریال رو در حال پخش دیدن میدونن انتظار کشیدن سر دیدن قسمت بعدی چقدر سخت بود. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی خسیس نباش و سابسکرایب کن. ساب کردنت بزرگترین حمایت از منه، پس با مرام باش و لایکم بزن. سریال کتاب یادگاری مدرسه پلوی که در سال 2024 پخش شد ایفای نقش کرد. داستان حول 5 دختر با نام یکسان پلوی میچرخه. یه سوء تفاهم باعث میشه بعد 15 سال دوباره در مسیر هم قرار بگیرن. علاوه بر جیمی، جونگ نیز در این سریال ایفای نقش داره. لحظات فان و در عین حال جذاب میخوای این سریال رو از دست نده. سریال پیشگویی جادویی من که در حال پخشه و جیمی اینجا نقش خودش یعنی یه دکتر رو بازی کرده، کسی که به فال و فلسفه و سرنوشت اعتقادی نداره اما سی مهربون که دارای قدرت‌های پیشگوییه.
همراهی جیمی با بازیگر خوش‌چهره و محبوب سی باعث شد یکی از زوجهای بی‌ال معروف تایلند رو بسازن. شیمی طبیعی بین این دو بازیگر چه روی صحنه چه پشت صحنه و رابطه بسیار نزدیک و صادقانه‌شون کاری کرد هواداران اونها این دو رو با نام بی‌حاشیه‌ترین زوج بی‌ال تایلند بشناسن. جیمی در سال 2024 موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد همراه سی شد و همچنین جایزه ویژه زوج صورت روشن در مراسمی که مربوط به روزنامه معروف در تایلند دریافت کردند. جیمی هنوز جایزه انفرادی نگرفته و تا الان گروهی و زوجی موفق به دریافت جایزه شده. ماچ ماچ بوس بوس، خدا نگهدار.